سلام، بیایید با هم دیگه بریم که چند تا از کتای جیر زارا رو که ترند شده امتحان کنیم. ببینید تنخورش چه شکلیه و قیمت‌هاش چه شکلی هستش. اولین ژاکت جوری که پوشیدم این هستش، توی تخفیف شده 30 یورو. به نظرم چیز خوبیه. قدش برای کسی که خواهد ژاکت یه مقدار قدش بلندتر باشه این گزینه مناسبیه. دو رنگ هم داره، یه رنگ روشن‌تر و یکی هم این رنگ. ژاکت دومی که انتخاب کردم بپوشم این ژاکت، قیمتش 40 یوروه. البته من سایز ایکس اسمال پوشیدم، نظرم قواره این کار ریزه، من باید مثلا اسمال یا مدیومشون پوشیدم، ولی خب کار خوشگل و خوش رنگیه. ژاکت بعدی که پوشیدم این هستش که مقدار اسپورتر هستش، کلاه داره این کار و قیمت اینم 40 یورو بچه‌ها. آخرین ژاکتی که توی رنج قیمتی زیر 50 یورو پوشیدم این بود که این کارم 3 رنگ 4 رنگ داره اگه اشتباه نکنم. این کارم بامزه هستش.